بسم الله الرحمن الرحیم. روز و شب پرهیز کن از صحبت آن بی نماز. زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده. زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده. تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. لعن شد، لعن گفته لعنت میگویند، لعن شد بر بی نمازان از خدای و از رسول. لعن شد بر بی نمازان از خدای و از رسول. هم ملائک، هم زمین، هم آسمان بر بی نماز. بی نماز خسته باشد، تو برو پرسیش مکن. بی نماز خسته باشد، تو برو پرسیش مکن. گر بمیرد بی نماز، تو مکن بر وی نماز. در دوشنبه یک معرکه بود، اشتراک داشتیم. یک مولوی این مصرع‌های شعری را حضرت خواندند و گفتند که این ایجادیات مصلح الدین شیخ سعدی شیرازدین است، سعدی شیراز است. لیکن من در کتابی که این مصرع‌های شعری را یافتم و از یاد نمودم، در اون کتاب شاعرش میگوید معلوم نیست. لیکن برای ما کی این شعر را تصنیف کرده است، کی ایجاد کرده است، برای ما حاجت هم نیست، ضرورت هم ندارد، مگر که شاعر حقیقت را بیان کردند. مگر شاعر معنای آیت و معنای احادیث های پیغمبر را برای ما و شما در نظم در آوردند. میخواهم کمی در اطراف این مصرع‌های شعری با شما صحبت کنم، زیرا که تحلیل این مصرع‌های شعری هم از همین موضوع ما و شما عبارت است. ای برادر، جهد کن تا تو نباشی بی نماز. ای برادر، ای شخصی که دعوا میکنی من الحمدلله مسلمان هستم، این شخصی که میگویی اولاد اجداد من مسلمان است، پس نماز بخوان میگوید. آیا این امر شاعر است؟ نه، بلکه امر شاعر نیست، بلکه ما به تاریخ ورق میزنیم، به صحیفه میآییم که رسول اکرم در حجة الوداع بودند، حج آخران رسول اکرم، حجی که رسول اکرم بالای منبر برآمدند و به مردم چنان خطبه خواندند که میگوید چشمها پر از آب شد. در همان خطبه این گونه بلیغ رسول اکرم چی گفتند؟ اتقوا الله و صلوا خمسکم. ای مردم، ای امت اسلام، از خدا بترسید. این حج من آخران حج است. بعد این حج من از این عالم فانی سفر میکنم، به عالم باقی میروم، لیکن به شما یک نصیحت پیغمبرانه میکنم، از خدا بترسید و صلوا خمسکم، 5 وقت نماز ادا کنید. این امر شاعر نبوده است، بلکه امر پیغمبر خدا بوده است، بلکه امر خدای بوده است که باز محمد آفرید اقیم الصلاة، اقیم الصلاة، اقیم الصلاة. هر کسی قرآن خوان باشد ورق میزنی قرآن، در هر صحیفه اقیم الصلاة میاد، نماز بخوان، نماز بخوان، نماز بخوان. اگر من یک نفری را از این قوم پیش شما راز کنم و پرسم شما کجا ختم کردید، اگر گوید که من دانشکده عالی ختم کردم، من میگم حجت داری؟
میبرارد دیپلم نشان میدهد بله انا این حجت، این دیپلم دانشکده عالی است، من باور میکنم، میگویم تحسین به شما، آفرین به شما، نشین جا. لیکن آدم مسلمان باید حجت داشته باشد. کسی دعوا کند که من مسلمان هستم که باید حجتی نماز خواندن داشته باشد. دعوای او چی هست؟ دعوای کذب نیست بلکه دعوای حق است. زیرا وی من حافظ علیها کانت له نورا و برهانا و نجاتا یوم القیامه. کسی 5 وقت نماز خواند، پیغمبر گفتند که خوش به حالش که نجات یافت، دلیل دارد، دیپلم دارد از برای مسلمانیش. جهد کن ای برادر تا نباشی بی نماز. در دوام گفتن روز و شب پرهیز کن از صحبت آن بی نماز. روز و شب برادر عزیز میگوید از بی نماز، از صحبت او، از پهلوی او نشستن پرهیز کن، ننیشی. برای چی؟ برای چی شاعر من کردن؟ برای که پیروی رسول اکرم هستند. پیغمبر میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الرجل على دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل. این حدیث صحیح است، حدیث ترمذی روایت کرده است. رسول اکرم گفتند مرد در دین رفیقش است، مرد در دین رفیقش است. بایستان نظر کند که با کی رفیقی دارد، با کی رفیقی دارد، با آدم بی نماز یا با آدم با نماز، با کی رفیقی دارد. همنشین تأثیر دارد. المرء مع من احبه، حدیث دیگری پیغمبر خداست. انسان روز قیامت همراه شخصی است که در دنیا با او رفیق بود. کسی را در دنیا شما همنشینی خود قرار میدهید، کسی که همراه شما می نشیند روز قیامت و همراه شما سر می بردارد. آیا شما دوست می دارین که همراه بی نماز روز قیامت سر بردارین؟ دوست نمی دارین، زیرا که برای بی نمازان روز قیامت وعید است، عذاب است. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. رفیق اهلی کمیاب است، هشدار. حذر کن از قرینهای دل‌آزار. ای مردم بیدار شوید، میگوید مولوی. رفیقهای با نماز و رفیقهای جانی کم هستند، میگوید. از این خاطر میگوید با آنها پیوست شوید. از این رفیقهای دل‌آزار که در دنیا شما را آزار میدهند، که در آخرت از اینها عذاب میکشین، از اینها دور باشین، دور باشین. حضرت تا حدی آمدن گفتن برو بیشین به نزد کژدم و مار، مرا بر نزد هر شیطان مکار. همون کژدم و مار که یکی از مخلوقهای بدترین هستند که انسان نش میزنند، شاعر میگوید، مولوی میگوید نزد همون رو، لیکن نزد شیطان مکار نرو. بی نماز صاحب کتاب ها شیطان میگویند. حتی شما اگر قصه ها را خوانده باشید، میگوید یک بی نماز با شیطان میگوید رفیق شدند و این بی نماز نشناخت که این شیطان است، زیرا شیطان خودش را در هر صورت آدم تبدیل داده میتواند، مگر در صورت پیغمبر خدا در آوردن میتواند. این حدیث پیغمبر است. باری میگوید با یک بی نماز رفیق شد، از سحر تا شب همراه او سیر کردند. شب جایگاه خواب پرتافتن، خواستن که خواب کنند که شیطان از پهلوی این بی نماز میگه چیکار کرد؟ خودش را دور کرد و از او گریخت. این مرد بی نماز فریاد زد، گفت ای رفیق، گفت کجا میگریزی؟ از سحر تا بگاه همراه من بودی، با ما انس گرفتی، من تو را دوست میدارم، کجا رفتی؟ گفت من رفیق تو نیستم، من شیطان هستم. من از سحر تا بگاه همراه تو بودم، لیکن نگاه کردم که 5 بار امر پروردگار تو ترک کردی. 5 بار
میترسم که باز از کثافتی تو بینماز بالای من یک ضرر زیان نهایت از جانب خداوند. از این خاطر پهلوی من، یعنی من زیبنده پهلوی تو ندارم. گفت ای بینماز. این مولوی میگوید برو بیشین به نزد کژدم و مار، مرو بر نزد هر شیطان مکار. ز بوجهلان گریز ای یار احمد، اگر تو امت هستی بر محمد. حضرت میگوید این ابو جهل هستند، بینمازان پیرو ابو جهل هستند، از اونها شما گریزید اگر شما امت اساسی محمد باشید. این سخن شاعر حقیقتی داشته است. سخن شاعر معنای آیت بوده است. سخن شاعر معنای احادیث های پیغمبر خدا بوده است. سخن عزیزان ما و شما بوده است. و فراموش نکنید بینماز این جنایتکار است. چگونه که ما و شما کادکس جنایتی داریم در حکومت تاجیکستان، اگر مبادایی که خلاف این کادکس جنایتی ما و شما عمل کنیم، ما و شما را در محکمه سودی میکشند، حکم ما و شما را صادر میکنند، دستهای ما و شما را میبندند و در زندان میپرتایند. برای که ما چیکار کردیم؟ قانون حکومت را ویران کردیم، قانون کادکس جنایتی را ویران کردیم. از این خاطر ما و شما را زندانی میکنند. آدم بینماز حکومت خداوندی را چیکار کرد؟ جنایت کرد. نماز نمیخوانه، فرمان پروردگارش نمیبره. خدا گفته ایستاد از اقیم الصلات، بنده خدا من تو را آفریدم، من بالای تو حکمران هستم، من بر تو نعمت دادم، چشمهای بینا دادم، دستهای گرا دادم، زن دادم، فرزند دادم، خانه دادم، ماشین دادم، میوه های شیرینی مرا تو خورده ایستاده ای. نماز بخوان. وقتی نماز نمیخوانیم آیا حکم خداوند اجرا نکردن ما جنایتکار حساب نمیخوریم؟ ما جنایتکار هستیم در نزد پروردگار. روزی می شود که ما و شما را پروردگار برای بینمازی در محکمه سودی خود میکشد. لیکن نه این گونه. این زندان ها خیلی خفیف هستند، خیلی ساده هستند و راحت زیاد دارند. لیکن خداوند به ما و شما در قرآن چی میگوید؟ سوره حاقه خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. این بنده بدبخت، این انسان بی نمازی که نماز نخوان، خذوه فرمان میدهد خداوند، به فرشته ها فرمان میدهد گیرید وی را، گیرید وی را. خذوه فغلوه. بعد گرفتن غل در گردن او اندازه. غل مثل یک بنده که در گردن یک چاروا، در گردن یک خر می اندازن، در گردن او یک غل اندازه. چیکارش کنین؟ خذوه فغلوه ثم الجحیم سلوه. گرفته جحیم برینش. برین همون دوزخی که در دنیا می گفتیم، اینا کشاله کرده برین گفتن. خداوند امر می کرده است با همون فرشته های خود. ثم فی سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلکوه. وقتی که جحیم بردینش چیکارش کنین؟ این را با 70 ذراع زنجیر آتشین بندش کنین. 70 ذراعش 35 متر زنجیر می شود. حضرت سفیان میگوید به ما خبر رسید که همان زنجیر از پس انسان داخته می شود، از دهانش برآورده می شود و همین 35 متری زنجیر آتشین در وجود آدم بینماز بسته می شود. برای چی قدر سخت بسته شود؟ تا که وی نجنبه، تا که عذاب بالای وی غلبه کند. این است امر پروردگار برای کسانی که در دنیا نماز نمی خوانند. شما یک آهن عادی را در بالای همین آتش های دنیوی گرم کنین، آیا قپیده می توانید؟ گفتی حضرت مولوی نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوزی گلخند؟ ای انسان تو کور نیستی، تو اگر افسوس که عقل نداری، اگر عقل می داشتی در پیش آتش است، گلخن است، اونجا ترا می سوزانند، اونجا ترا عذاب می دهند.
برای چی؟ برای تو نماز نخواندی. برای چی نماز نخواندی؟ خضوع خدا گفت، امر کرد به فرشته ها. چگونه فرشته ها؟ میگذاریم باز در دیگر آیت قرآن، علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یأمرون. علیها ملائکة غلاظ، خدا میگوید اون ملائکه هایی که شما را عذاب میدهند اونا غلاظ هستند، اونا زیشت روح هستند، اونا بیرحم هستند، و شما رحم نمیکنند. اون چیزی که امر میکنم امر مرا اجرا میکنند، با پاره از اونها خلاص نمیشوین شما. این از پروردگار شما، این از عذاب آدمی بی نماز. و ما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحة للبشر علیها 19. خدا در قرآن پاره 29 باز خبر میدهد ای مردم بیدار شو، من سقر میگویم. سقر چیست؟ دوزخ است. دوزخ سقر چی که دوزخ است؟ لا تبقی ولا تذر، از او کسی نجات نمییابد و ای گوشت و پوست شما را میخورد. خدا میگوید لا تبقی ولا تذر، عصبه های شما را میخورد، رگ و پیوند های شما را میخورد. باز خداوند جانی دوباره به شما میدهد، باز در همین آتش شما را میپرتاید. علیها 19. خدا میگوید در دوزخ 19 تا ملائکه دارم که فقط عذاب میکنند. حضرت ثعلبی میگوید وقتی که یک ملائکه حضرت عزرائیل که جان تمام دنیا را گرفته تاند، پس 19 ملائک، این عددش خیلی زیاده هست که مردم را عذاب میدهند. اونها هم قدر قوت دارند که به تمام مردم زورشان برسد، همه مردم را عذاب داده تانند، همان مردمی که در دنیا نماز نخواندند. ای برادر جهد کن تا تو نباشی بی نماز، روز و شب پرهیز کن از صحبتی آن بی نماز. صحبتی بی نماز ترا کجا میبرد؟ ترا دوزخ میبرد. آدم بی نماز، گفته حضرت حافظ، هر آن کسی که نیست در این حلقه زنده بعیش، بر او نمرده به فتوای من نماز کنید. آدمی که در دنیا نماز نمیخواند، حضرت گفتن من فتوای را، من مفتی بی نمازا ما هستم، گفت من فتوا میبرارم که نامرده با وی جنازه کنید که وی در قطار مرده ها هست. وی آدم هلاک شدگی است. با آدم هلاک شدگی چگونه همنشین شوید؟ چگونه رفیقی کنیم؟ زن مخواه از بی نمازان، زن مخواه از بی نمازان، نیز وی را زن مده تا نگردی دوزخی از شومی آن بی نماز. حضرت میگوید وقتی داماد خانه شما قدم زد، ای مردم ابله، ای پولداری و نپرسید، ای کسانی که شما عقلتان خوردین. رسول اکرم چی میگوید؟ برای ما و شما چی یک مدرسی بهترین داریم، چی معلم خوبی داریم که از همه وضعیت ما و شما را بیرون میکند. افسوس معلم نشناختیم، معلم درس نمیگیریم. اون حضرت میگوید تنکح المرأة ل40، شما زنها را برای 4 چیز ای امتی من نکاح میکنین. 4 چیز، جوانا 4 چیز اهمیت میدهند و زنها را نکاح میکنند: لمالها و لحسبها و لجمالها و لدینها. رسول الله گفتن یکم جوانهای بی عقلی هستند که مالدار را سر میکنند. کجا یک مالدار است برای آنی که از مال او استفاده کنند، برای مالدار بدنش رفته او را نکاح کرده میگیرند. رسول اکرم در دوام گفتند ولی حسبها، بعض جوانهای هستند که نگاه میکنند پدر عروس چی کاره باشد، اگر میبیند در زینه های بلند باشد رفته دختری او را نکاح میکنند. رسول الله گفت بعضی از طایفه ها گفت این را گفت چیکار میکنند؟ این را برای خود درس قبول میکنند. سوم طایفه ها لجمالها، بعض جوانهای هست که جمال میکاوند، یعنی کجا یک دختری صاحب جمال است. ولی دینها، بعض جوانهای هست که دختری دیندار میکاوند. رسول الله گفت که من معلم شما هستم و من سرور شما هستم، فعلیک بذات دین قریبت یداک، دیندار بگیر دست تو بالا می شود.
خانه تو با برکات می شود وقتی اگر تو آدم دیندار بگیری. حضرت میگوید بین شما فقط دیندارها را سراغ کنین، وقتی همون جوانی که خانه شما داماد می شود پرسان کنین نماز میخوانی یا نمیخوانی. از نماز از وقت پرسان کن. النکاح ریق فلینظر احدکم من یضع این یضع کریمته. رسول الله میگوید که نکاح ریق است. نظر کنین که این میوه دل خودتان در دست کی میدهید؟ در کی داده ایستاده اید؟ نظر کنین به اولاد همون شخص، به اولاد همون بچه نظر کنین، به همون جوان نظر کنین که این دختر در دست کی داده ایستاده اید. حتی رسول الله فرمود من تزوج کریمته من فاسق فقد قطع رحیمها. کسی که اگر دخترش در یک آدم فاسق میدهد، کسی که اگر دخترش در یک آدم بینماز میدهد همچنان است که بین فرزندی و پدری را بریدگی باشد. زن مخواه از بینمازان، نیز بیواز زن نده تا نگردی دوزخی از شومی آن بینماز. این است توصیه معلم ما و شما. این است خاص حضرت شاعر که من برای شما این گونه تحلیلش کنم. ان الله تعالی يحتج بأربعة انفس على 4 اجناس من الناس. پیغمبر خدا گفتن روز قیامت خداوند با 4 نفر 4 گروه را متهم می سازد. 4 نفر 4 شخصیتی و 4 پیغمبر 4 گروه را خداوند متهم می سازد، زبان کوتاه می گرداند. علی الاغنیاء بسلیمان علیه السلام، بایها را راست می کند. بایهایی که در دنیا نماز نخواندند و دولت و سولتشان سبب شد و اونها را نگذاشت که اونها نماز خدا را بخوانند، اینها را راست میکرد. از خداوند میپرسید است چرا نماز نخواندی؟ این شخصی با دولتی که بی نماز از دنیا گذشته است میگفت است چی میگفت است؟ میگفت است پروردگارا ملکی زیاد داشتم، دولتی زیاد داشتم، بی نهایت دولتم هیچ حد کنار نداشت، از این خاطر به حسابی امونها وابسته بودم، با دوادوی امونها وابسته بودم، نماز نخواندم. پروردگار حضرت سلیمان میخیزاند میگوید ای شخصیت، ای کور، ای ابله، تو مثل حضرت سلیمان مال داشتی؟ حضرت سلیمان چنان مال داشت که اگر تمام طبقه های همین زمین اگر می خرید تا حال پول او رسنده بود، لیکن بازم این در ذکر خدا بود، در یاد خدا بود که این آدم با دولت چی می شده است؟ متهم می شده است، زبان کوتاه می شده است. و علی العبید بیوسف علیه السلام، بنده ها، کسانی که خدمتگار آدم های با دولت هستند، غلام ها خیزانده می شوند چرا نماز نخواندی؟ میگوید از پروردگارا من غلام بودم، من به خودم سرور و مولا داشتم، من وقت نیافتم که عبادت کنم. حضرت یوسف پروردگار نزد این غلام حاضر میکند، میگوید یوسف هم غلام بود، در دست عبدالعزیز، در دست زلیخا این غلام بود، لیکن عبادت خدا را ترک نمی کرد. این بانه شما برای شما دستگیر نمی شود. و علی المرضى بی ایوب علیه السلام، آدمانی که در حالت بیماری نماز نمی خوانند بی نهایت زیاد است. اینها را وقتی خداوند زنده می گرداند و می پرسد چرا نماز نخواندی؟ میگوید پروردگارا من بیمار بودم، من بیمار بودم، من نتوانستم از جای خود خیستن نمیتوانستم، پام کار نمیکرد، دستم کار نمیکرد، بدنم شق شده بود، فلج بودم،
از این خاطر من نماز خوانده نتانستم. پروردگار حضرت ایوب میارد، میگوید ایوب بیمار بود. راویای کتاب میگویند حضرت ایوب 18 سال بالای ریگ خواب بود. 18 سال بیمار بودند، از جای خود خیستن نمیتونستند. لیکن بازم این دعا میکردم پروردگارا تمام بدن من اگر در من باشد من راضی هستم بجز زبان من. خدایا زبان مرا بسته نگردان تا که در یاد تو باشم. 18 سال بار عائلش گفته ایوب گفت تو پیغمبر خدا هستی، دعای تو خدا میشنود، دعا نمیکنی که خدا به تو شفا دهد. حضرت ایوب گفتند ای زنک، گفتند چند سال راحت دیدم؟ گفتند 80 سال بالای راحت بودی. سال شد. گفت به خدا قسم، گفت من از پروردگار خود شرم دارم طلب شفا کنم تا زمانی که اگر 90 سال بیمار نشوم، تا اگر 80 سال بیمار به سوی خدا نشوم که راحتم و بیماریم برابر نشود، من از خداوند شرم دارم طلب شفا کنم. خداوند مریضها را میگوید شما مثل ایوب بیمار بودی. امروز اکثریت مردم ما در حالت بیماری نماز نمیخوانند. در بیمارخانه ها که بالکل نماز نمیخوانند. صاحب مسلک خدا رحمتش کند میگوید گر عقلی ولد شود بیرون، اگر زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است میگوید بین اگر فرزند از وجود زن جدا شود اینجا حکم نفاس میدهند، یعنی تا 40 روز اگر این زن خون میدیدگی باشد تا 40 روز نماز از گردن این زن ساقط میشود. لیکن حضرت مولوی صوفی اللیار میگوید که اگر نیمی فرزند برآمده است نیمش نبرآمده است اینجا چی صورت است؟ نماز ببینین، مهم بودن نماز ببینین. گر عقلی ولد شود بیرون نکنه ترکی نمازش چون، نگذارد اگر نمازش این عاصیه می شود علی التعیین. اگر نیمی فرزند برآمده است نیمی دیگر در وجود زن قرار دارد، اگر وقتی نماز شد میگوید باید که نماز خواند. اگر این زن در همین حالت نماز نخواند عاصیه می شود علی التعیین. با تعیین روایت همین است که وی در نزد خدا عاصی و رسیا است. ورطه خود حفیره سازد، آن ز یک حفیره خود اندازد، تا نرسد زیان به فرزندش این حفیره از آن سبب کنندش. گفتن صورت مسئله این گونه هست که این زنی که نیمی فرزند برآمده است نیمی فرزند نبرآمده است باید در زمین نشیند، در زیر خود میگوید یک چقوری کند تا که در حالت نماز که مبادا کمی فرزند تولد شد یعنی به یگان آسیب و ضرری نرسد در پیش همین زن زند، ولیکن نمازش کنده نکند، نمازش دوام دهد. وقتی در این خیل حالت نماز فرض باشد پس چی جای این سردرد و این فشار خون و این دامنه و دیگر کسلهایی که در ما و شماست. در بیمارخانه هم وظیفه همه ما و شما چی است؟ نماز فرض است. اگر چهره ما طرف قبله هم که نباشد، اگر روی ما اون طرف هم که باشد، اگر جایگاه خواب ما بی نماز باشد، اگر لباس بدن ما بی نماز هم که باشد با اشاره باید نماز خوانیم در داخل بیمارخانه. اگر کسی نباشد که به ما یاردم کند، اگر یاردمچی باشد با طریق اولا در گردن ما و شما نماز فرض است. اگر در این خیل صورت صاحب مسلک میگوید کسی گوید که در این خیل حالت در گردن من نماز فرض نیست وی کافر میشود میگوید، زیرا حکم خدا را چیکار کرده است؟ وی انکار کرده ایستاده است. با آدم های بیمار خداوند روز قیامت حضرت ایوب دلیل میکرده است که چرا نماز نخواندی؟ ایوب که بیمار بود نماز میخواند. و علی الفقراء به عیسی علیه السلام. لیکن آدمای فقیر، آدمایی که
فقیر بودند، آدمایی که کمبغل بودند در دنیا، اینها وقتی که خیزانده می شوند و از اینها پرسیده می شود، اینها می گویند که ما پروردگارا گرسنه بودیم، فقیر بودیم، نادار بودیم، از سحر تا بیگاه در دکان نشستیم که یک سوم برای زندگی پیدا کنیم. خداوند حضرت عیسی را می آورده است، می گفته است حضرت عیسی چنان فقر داشتند، چنان کمبغلی بودند که از دنیا گذشتگی در هیچ اشیای زندگی از پسش میراث نماند. حتی یک کاسه از خاندان حضرت عیسی میراث نماند، هیچ چیز در زندگی نداشت. خداوند میگوید عیسی اینقدر فقیر بود، اینقدر نادار بود، لیکن نمازش میخواند. فقیرها را در اونجا با حضرت عیسی متهم میسازند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. كل نفس بما كسبت رهینه الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. خداوند چی میگوید؟ میگوید روز قیامت و همه ما و شما خطاب دارد، شما در عمل خودتان در گرو هستید. شما در گرو هستید، یعنی ما و شما میگیم در مثلی که با کلمه های روسی میگن زلاشنیک میگوین، یعنی شما در گرو هستید. این زلاشنیک تحلیلش چی میشد؟ گرو میشود. شما با عمل های خودتان در روز قیامت در گرو هستید. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین، مگر کسانی که در دنیا عملی صالح داشتند، مگر کسانی که در دنیا نماز داشتند، مگر کسانی که در دنیا دلسوز اسلام بودند، اینا در کجا هستند؟ اینا در جنت هستند. و اینها چیکار میکردند؟ آدمای با نماز از جنت استاده عذاب دوزخی ها را می دیدند و می گفتند ما سلککم فی سقر. در همون دنیا ما و شما همین برادرهایی که به نماز داریم در همین تاجیکستانی ما و شما زندگی میکنند، اینها را ما و شما میشناسیم. همون رفیقای داریم که به نمازند، وقتی در دوزخ میبینیمشان اینها را میشناسیم. بعدن چی میگویم؟ ای فلانی ما سلککم فی سقر، چرا تو در پهلوی من در جنت نیستی؟ چرا تو در دوزخ هستی؟ و چی میگوید؟ قالوا لم نکو من المصلین. ای برادر عزیز، خوش به حالت که تو آدمی با عقل بودی، خوش به حال تو که تو آدمی خیلی با فیض بودی. این سبب دوزخی شدن ما لم نکو من المصلین، ما نمازخوان نبودیم، ما در دنیا نماز نمیخواندیم. از این خاطر امروز خداوند ما را عذاب سخت‌ترین که این وارد شدن دوزخ است در دوزخ جا کرد. ولم نکن نطعم المسکین، یکم جنایتی که داشتیم در دنیا بی نماز بودیم. دوم جنایتی که ما را خداوند با سبب او وارد دوزخ کرد. ولم نکن نطعم المسکین، ما مسکین ها را طعام نمی دادیم. پول داشتیم، مال داشتیم، ماشین های زیبا داشتیم، خودمان راحت میکردیم، خودمان کازینو ساز میکردیم، خودمان جای پیوه فروشی کشاده میکردیم، جای عرق فروشی کشاده میکردیم، جای دیسکتیک میکردیم که خواهرای مسلمان بی دین و بی فراست و بی حیا میکردیم، راحت میکردیم. لیکن به مسکین ها تماما رحم و انصاف نداشتیم، بلکه اونها را طعنه میکردیم. مثل بعضی از ابله‌های هستند که میگوید کمبغل از حساب بی عقلی کمبغل میشود. چرا وای کمبغل شد؟ بعضی ابله‌ها هست، بعضی آدم‌های هستند که از حد گذشتند، بعضی آدم‌های هستند که مغرور شدند، میگوید کمبغل از پیش خود کمبغل میشود.
و یا خدا کم بغل نمی کند. ای انسان سرکش، یقین بدان پیغمبر تو میگوید الفقراء یدخلون الجنة قبل الاغنیاء ب500 سنه. همین تو آدم بای، همین تو آدم مغرور در یک گوشه ایستادگی هستی. همین فقیرهایی که در دنیا شما با اونها رحم نداشتین 500 سال پیش از شما راحت جنت میبینند، وارد جنت میشوند. این سخن پیغمبر ما و شماست. باید که ما غمخوار مسلمان باشیم. ما باید که این پولی که خدا به ما داده است از این در بیزنسی بهترین نیست، این تجارتی بهترین است وقتی که تو در یک برادر صدقه میکنی. حضرت عبدالرحمن ابن عوف یکی از صحابه های کرام بود و بسیار با دولت بود، بسیار با دولت بود. صحابه ها گفتن ای عبدالرحمن، حدیث پیغمبر را شنیدی که پیغمبر خدا گفتند لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 40. روز قیامت تو قدم تا از قبر کندن نمیتانی تا 4 سوال را جواب نگوی. یکم چی بود؟ عن عمره فيما افنا، این عمر در کجا صرف کردی؟ از این سوال میشوی. عن علمه فيما فعله، علمی که خدا بر تو داد در کدام راه صرف کردی؟ و عن ماله من این اکتسبه و فیما انفقه، از مالت پرسیده میشه از کجا آوردی ماله و در کجا صرف کردی ماله. و عن جسمه فیما ابلاه، از این دست و پا پرسیده میشه اینها را در کدام راه کونه کردی، در کدام راه این دست و پا را مانده کردی. عبدالرحمن گفت با حدیث بسیار توجه کن که از عمر یک بار پرسیده میشده، از علم یک بار پرسیده میشه، از جسم یک بار پرسیده میشه، لیکن از مال 2 سوال است. از کجا پیدا کردی، در کجا صرف کردی، 2 سوال میشده است. عبدالرحمن تو مالی زیاد داری، نزد خدا چی جواب میگویی؟ عبدالرحمن گریان شدن. عبدالرحمن که نشستن و از جا خیستنش عبادت بود، گریان شدن. گفتن نسبت من یگان خوفی نکنین و دلسوزی هم نکنین. عبدالرحمن وقتی که سحر روز می شود 100 تنگه در راه خدا خیر میکنه. باز بیگاه که می شود خدای عبدالرحمن به عبدالرحمن 1000 تنگه می دهد. چی جای گناهش است؟ من چنان تجارت با خدا دارم، 100 در راه خدا میتم، بیگه 1000 از جانب خدا میگیرم. چی جای عیب، چی جای گناهش است؟ خوش به حال همون برادرانی که دولت دارن و با خدا تجارت میکنن، در 100 میگیرن. خوش به حالتان. حضرت گفتن به دنیا توانی عقبا خری، بخر جان عزیز ورنه حسرت خوری. میتونی همون قیامت و راحت بهشت در همین دنیا ای آدم پولدار بخری. بخر میگوید حضرت سعدی ورنه حسرت خوری. چنان حسرت میخوری، چنان پشیمان میشه که دیگر پشیمانی سودی ندارد. حکایه ها دم یارد که یک جوان دستش خشک بود، خشک شدگی بود، دستش قاق شدگی بود. از او پرسان کردند چرا دستی تو خشک است؟ گفت این یک قصه دارد، بسیار قصه علم آوری هست. گفتم برای ما حکایت کن. گفت وقتی پدر و مادر من از دنیا گذشت، شب مادر من خواب دیدم که در دست مادرم یک دنبه گوسفند بود و آب می گفت. کسی به او آب نمی داد. وقتی تشنگی بر بالای او غلبه می کرد، در حال همون دنبه گوسفند را یک زبانش می برآورد و می لیشت. نگاه کردم دلم به مادرم بسیار سوخت. و پدرم نظر کردم، پدرم از آب سرشار است، هیچ گرسنگی و تشنگی بالای پدرم نیست. گفتم پدر عزیز، مادرم در یک حالتی خیلی ناخوبی هست، چی خوب می شود در یک ظرف برای من آب دهی تا که به مادرم تسلیم کنم. پدرش میگوید یک ظرف داد پر از آب در دست من دادن، این در عالم خواب است. خوابم حقیقتی دارد. میگوید در دستم ظرف آب گرفتم،
نزد مادرم آمدم، به مادرم دادم، مادرم نوشید. برابر نوشیدن صدای آمد که کیست آن شخصی که با این زنی بخیل آب داده است؟ این زنی بود در دنیا که مالدار بود، ثروتدار بود، به کسی چیزی نمیداد و جز همین دنبه گوسفند در یک مسکین صدقه کرده بود که امروز در دست او ما دادیم. کیست آن شخصی که با این مادر بخیل؟ بسم الله الرحمن